فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهری پرسیدن شین از جوانرود که شوهرم خیلی ازم ایراد میگیره، اگر عمل کنم گناه داره؟ از بینی هم ایراد میگیره. خیلی میبخشید. از نظر شرعی اون چیزی که یعنی در خلقت انسان اگر واقعا یعنی از دید عموم مردم یعنی زشت باشه، یعنی خلاف فطرت هست و غیر طبیعی هست، از نظر شرعی جایز هست میتونند که بروند و عمل بینی به اصطلاح انجام بدهند. اما اگر امروزه مثلا در فلان شهر یک مد به اصطلاح بینی یک شکلی مد هست و امکان داره فردا عوض بشه، شوهرشون که امروز راضی نیست این شکل رو نمیپسنده، چون که عموم مثلا مد چیزی دیگر است، فردا که مد عوض شد دوباره باید عمل بکنی، پس فردا یک مد دیگه میاد دوباره چی بکنی. این در واقع انسان خودش رو در معرض خطر قرار داده و یک نوع مضحکه شده برای عموم مردم. پس بنابراین حکم شرعی در این مورد این است که اگر واقعا بینی شما به غیر طبیعی هست و نیاز به عمل داره، هیچ اشکال نداره، از نظر شرعی این یک نوع معالجه هست. اما اگر فقط به خاطر تغییر شکل و فرمش هست که مد نیست، این از نظر شرعی جایز نیست. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.